هرچند کم شدن تعداد رسانه‌های مستقل نسبت به رسانه‌های دولتی در تاجیکستان را رهبری وزارت فرهنگ مایه نگرانی نمی‌داند و آن را بیشتر به عامل‌های اقتصادی و تاب ناوردن در بازار ربط می‌دهد، در یک سال اخیر دستی کم چند نشریه با دلیل دوباره نامنویس نشدن از نشر باز ماندند و چندی هم نتوانستند تازه ثبت نام شوند. قطع شدن فعالیت بعضی از روزنامه‌ها، مثلا اخیراً هفته‌نامه فرج، سمر و روزنامه‌های دیگری کودکانه که در تابعیت مرکز تحقیقاتی ژورنالیستی فعالیت می‌کردند. وقتی مشکلی در مرکز تحقیقاتی ژورنالیستی که به دیگر نهاد وابسته بود روبرو شد و با حلنامه سودیالی حالتش قطع کرده شد مرکز تحقیقاتی ژورنالیستی و اون سه هفته‌نامه روزنامه که در خدای دادن اونها نیز حالتشون قطع کرده. همچنین روزنامه‌هایی که اگر از سال پیشین در نظر داشته باشید چند سال قبل از دایره معیارهای ژورنالیستی، از دایره معیارها و ظرفیت‌های منشأ آزادی بیان اگر بیرون برآمده باشن حتما ما جواب میدن، نه واسه که اون مستقل از یک دولتی است. یعنی دموکراسی هم حد و حدود دارد، آزادی بیان نیز حد و حدود دارد. وزیر فرهنگ تاجیکستان گفت که وزارت تنها رسانه‌ها را به حساب می‌گیرد و قطع کردن فعالیت آنها به دوش نهادهای دیگر است. 3 سال یک مرتبه به حساب گرفته میشد. رقم هایی که ما پیشنهاد کردیم معنی اون ندارد که سال پیشین کدی مقایسه کردن ندارد. اما وزیر فرهنگ از شرح مشکلی نشریه پیکی گفته میشد نتوانسته شهادتنامه‌ای به حسابگیری از وزارت فرهنگ دریافت کند و سردبیرش به شخص مسئول رشته پیشنهاد کرده است که در نتیجه احمد ابراهیم سردبیری نشریه بازداشت و با علاوه اتهامات دیگر برای 10 سال زندانی شد خودداری کرد. این مسئله با ما ربط ندارد، ما از اینم راستی گپ چی نداریم، لیکن آنهایی که مراجعت کردن ما مراجعت رد نمی شود، البته بررسی می شود، به بررسی نمیموند، به بررسی نمیموند، چی خصوصی چی دولتی همش به حساب گرفته می شود. اما در نشست رهبری وزارت فرهنگ دلیل دور و دراز طول کشیدن ثبت نام نشریه نوتاسیس فرح را به آن ربط دادند که نتوانسته است معلوماتنامه‌های لازم را پیشنهاد کند. از همون نهادهایی که معلوماتنامه باید دسترس شود به وزارت فرهنگ و در اساس معلوماتنامه پورا کردن اون معلوماتنامه یگون مانع نیست. ما شهادتنامه به حسابی رو پیشنهاد میکنیم خودش بگیرند. اما معاون وزیر و وزیر فرهنگ آشکارا نگفتند که این معلوماتنامه ها باید از کدام نهادها دسترس شود. این شرط نیست اون برکردن. سوالتون ما جواب دادم. ترتیب به حسابگیری است. در اساس ترتیب به حسابگیری بعضی از نمونه حجت ها منظور شده نشان دکار در حالت پر همین خبایی ترتیب طلبات ترتیب به شدن البته به قید گرفته میشه. اما کارشناسان ساحه رسانه ها در برابر متشنج ارزیابی کردن فضا برای فعالیت و رشد رسانه های مستقل همچنین طلب معلوماتنامه از نهادهای امنیتی را غیر قانونی عنوان میکنند. طلب کردن معلوماتنامه از کمیته دولتی امنیت ملی کسی شکل این معلوماتنامه را ندیده است و ولی هنگامی با قید گرفتن این شهادتنامه را این معلوماتنامه را طلب میکنند. قانون چه پیش بینی؟ متاسفانه در قانون همین چیز وجود ندارد، لیکن در زیرسنت حقوقی که برای به حساب گرفتن و به قید گرفتن رسانه ها از جانب وزارت آماده کرده شده این چیز وجود دارد. یعنی همین طلبات اصلا طلبات غیر قانونی است. سالهای اخیر تعداد رسانه‌های مستقل در تاجیکستان به شدت کم شده است. طبق آمار اخیر وزارت فرهنگ فعلا در تاجیکستان 61 روزنامه مستقل چاپ می شود که در قیاس به یک سال پیش 7 عدد کمتر است. نشریه‌های دولتی 131 عدد حساب شده است. با اطلاع رسمی در کشور از 184 مجله 151 تای آن دولتی اند. در رده‌بندی سازمان‌های جهانی یک عامل اصلی کاهش رسانه‌ها در تاجیکستان سرکوب آزادی بیان، روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها در چند سال اخیر بوده است، اما در نشست وزارت فرهنگ به این نکته اشاره نشد.